فرتسیکس فرودگاه ماخوینی. خسته نباشید. با سلام و درود خدمت مسافرهای عزیز، مقصد ما فرودگاه نجف. سلام و درود خدمت همه همراهان عزیز برنامه ماشین بازی از کانال یوتیوبی شوباز. همراه شما هستیم با محمد عزیز. محمد جان چطوری؟ خوبی؟ حالت خوبه؟ ارادت دارم. زنده باشید. مخلصم. میگم که محمد جان چند سالته؟ 31. 31 بهت نمیخوره. خوب موندم. خوب موندی، واقعا خوب موندی. خب محمد چی شد ماشین بازی رو شروع کردی؟ از کجا شروع کردی؟ خب دیگه همیشه اکثریت پسرها عشق به ماشین بازی دارن. ما هم از همون بچگی ماشین باز بودیم. سال 2010 حدوداً من ماشین بازی آغاز کردم، ولی خب به صورت حرفه‌ای و دیگه حالا با ماشین خیلی خوب از سال 97 که میشه 2018. 97. بله درسته. خب اولین ماشینی که به اصطلاح آوردی همون سال 2018 چی بود؟ یه چارجر مشکی 6 سیلندر یا 8؟ 6 سیلندر موتور 3600. 3600 خیلی هم عالی. در بخش اول ما یه چند تا سوال چند گزینه‌ای داریم ازت. به نظر خودت کدوم مورد بیشتر بهت میاد؟ راننده حرفه‌ای رالی، ادمین پیج خودرویی اینستاگرامی، راننده درگ ریس، مکانیک گاراژ تیونینگ؟ من حس میکنم راننده گاراژ تیونینگ. راننده گاراژ تیونینگ. نمیدونم یه حسی بهم میگه که ریس به من نمیخوره. آره رالی اونم ماشین کوچیک، ولی کلا ریس خیلی دوست دارم. ریس دوست داری. پس راننده گاراژ تیونینگ، مکانیک گاراژ تیونینگ نه؟ آره راننده گاراژ تیونینگ. درسته. اوکی. الان با این همین ارتفاع هم باش آفرود رفتی؟ من آفرود آنچنانی نرفتم چون این ماشین مخصوص آفرود نیست. بله ولی یه نیمچه آفرودی میشه گفت من رفتم. ولی خب مردم الان جدیدن دیدم که تو ایران با تیگو نمیدونم حتی با مازراتی من دیدم که رفتن آفرود. شما با هر ماشینی میتونی بری آفرود ولی مهم عملکرد اون خودروه. آفرین. جواب قشنگ. آفرین. کدوم یکی از ماشینا بیشتر به درد جاده‌های عراق میخوره؟ جیپ رنگلر روبیکان، فورد برانکو، تویوتا لند کروزر، مرسدس بنز جی کلاس؟ قطعا همه اینایی که گفتی ماشینای خوبی هستن. بله. برای جاده‌های عراق، ولی بیشتر از نظر استهلاکی و از نظر کاربردی تر به نظر من لند کروز از همشون بهتر. لند کروزر. اوکی. کدوم یکی از این چالش‌ها رو برای جیپ گرند چروکی اس‌آرتی خودت جذاب‌تر می‌دونی؟ راست این اس‌آرتی بچه‌ها. عبور از مسیرهای شنی صحراهای عراق، رانندگی در مسیرهای کوهستانی کردستان، مسابقه درگ در خیابان‌های بغداد، آفرود در جنگل‌های جواهرده؟ آفرود در جنگل‌های جواهرده رو که من دوست ندارم کلاً. جای صعب و عبور با این ماشین برم نه. درک در خیابان‌های بغداد دوست دارم. بغداد. ماشین‌های سوپر اسپورت و ماشین‌های لاکچری رو دوست دارم. اوکی. اگه بخوای جیپ گرند چروکی خودت رو برای مسابقات آفرود بهینه‌سازی بکنی کدوم یکی از این تغییرات رو اولویت قرار میدادی؟ کاهش وزن خودرو، افزایش قدرت موتور، بهبود آیرودینامیک خودرو، ارتقاء سیستم انتقال قدرت یعنی گیر باکس؟ من حس میکنم که وزن خودروش معقوله. من ماشین حدود 2 تن 600. به نظر من افزایش قدرت موتور از همشون بهتر باشه چون که سیستم انتقال قدرتش هم خوبه. گیربکس ZF استفاده میکنه خودرو. ZF آلمانه. ZF آلمانه و به نظر من خیلی گیربکس هماهنگ و عالیه. ولی من اگه خودم بخوام یه حرکت روی ماشین بزنم یا تیونش بکنم قطعا افزایش قدرت موتور یکی از بهترین هاست برای ماشین. و اینکه شما تا حالا توی حالا اطلاعاتی که خودت داری بیشترین قدرتی که از این ماشین گرفتن چقدره؟ الان چقدر قدرتش؟ برای جیپ SRT الان که 500 اسبه. بله. ولی تا 650 اسب قابل ارتقاست. 650 اسب. اوکی. کدوم یکی از این برندهای تیونینگ رو ترجیح میدی؟ AT اسپورتلاین، برابوس، منصوری، هنسی؟ اچھا هنسی برند تیونینگ خودروه، شاید خیلی ها ندونه. قطعاً برای یه آمریکایی باز هنسی. من خودم به شخص هنسی خیلی دوست دارم. جیپ گرند چروکی هم هنسی تا تیم کرده؟ بله جیپ تراکوکشو البته که یه موتور قدرتمندتر از جیپ SRT داره. بله.
و خیلی از ماشین‌های آمریکایی مثل چالنجر دیمن، دورانگوی SRT و رم TRX جزو تیونای شرکت هنسی بود. هنسی هست. میریم با شما برمیگردیم با بخش دوممون، سوالات توضیحی چالشی از محمد عزیز. پیشتون برمیگردیم. شو باز برگشتیم با بخش دوم از چنل شوباز، برنامه ماشین بازی. همراه با محمد عزیز سوال قرار ازش بپرسیم. محمد تا حالا شده ماشین تو قایم کنی که یکی ازت قرض نگیره یا مثلا طرفو بپیچونی؟ خیلی برای ماشین چی باز شده؟ برای یه ماشین باز که هیچ موقع دوست نداره ماشینشو دست یه نفر بده، این اتفاق برای من افتاده. خب چه اتفاقی افتاده؟ برای کی بوده؟ یکی از آشناها بود که زنگم زد بهم گفت ماشینتو میخوام برم جایی باش، که بهش گفتم که در پارکینگ خرابه، نمیتونم در پارکینگ باز. اگه یه روز ماشینت تبدیل به تاکسی بشه و دوستات مسخرت کنن بهشون چی میگی؟ چون فکر کنم الان چارجر هست. چارجر هست، ولی البته همچین ماشینایی که هیچ موقع تاکسی نمیشه، ولی اگه یه روزی هم تاکسی بشه، کسی که عشق به ماشین داره و اصالت یه ماشین رو بدونه براش مهم نیست. خیلی عالیه. اگه ماشین دیگه اسم داشت چی صداش می‌کردی؟ اکثریت خب اسمای فان دوست دارن روی ماشین بزنم، ولی خودم دوست دارم اسمشو بذارم ارتش سرخ. ارتش سرخ. توت فرنگی، گوجه فرنگی اینا نمیشه؟ چرا؟ قشنگه. گوگلی آخه. هم قیافش خشنه، هم خیلی گوگلی، در دو حالتش هست همزمان. خیلی خوبه. اگه قرار باشه با ماشینت بری عراق ماشین بازی، اولین مکانی که تو ذهنت میاد کجاست؟ اربیل عراق. چرا؟ به دلیل تنوع زیاد ماشینی و همون سوپر اسپورت هایی که اونجا هستن. مثل دبی، چون من خودم نرفتم. میشه گفت تقریبا مثل دبی. لامبورگینی و بله همه چی فراری. خیلی خوبه. اگه یه نفر بهت بگه که جیپ خودروهای زشتی تولید میکنه، چی بهش میگی؟ جیپ اصالتی که جیپ داره به نظر من تقریبا میشه گفت مثل اصالت بنز و BMW، چون از همون روز اول خودروهاش تقریبا توی دیزاین بوده. درسته. ولی به سلیقه‌اش احترام میذاره. بازم به سلیقه‌اش احترام داره. خیلی خوبه. یعنی حتی بهش چی نمیگی مثلا به که تو از ماشین چی سرت میشه؟ نه سعی میکنم من بیشتر سعی میکنم احترام بذارم به سلایق مختلف، ولی خب دیگه سلیقه‌اش دوست نداره قیافش. و جیپ هم خب کلا از روز اول همین قیافش عوض نشده، پس این از روز اول از همون جیپای اولیه هم خوشش نمیومده. آره درسته. میخوام یه سوالی ازت بپرسم، این قسمت ها بدون کات میریم جلو. چی شد که سال 96 با پراید چپ کردی؟ برامون تعریف کن. حسب یه اتفاق دیگه، سرعت زیاد، دلیل اول، دلیل دوم لغزندگی جاده. واسه اول ماشینت چی بوده؟ همون پراید. همون پراید. یا پراید؟ قطعا پراید. ولی بر حسب یه اتفاق و دیگه اون سرعت زیاد و لغزندگی جاده بله باعث شد که اون اتفاق بد بیفته. یعنی کوتاهی از خود بود بس. بله. اوکی. تا حالا تو رانندگی حس کردی رانندگی مثل یک بازی کامپیوتریه؟ یعنی مثلا یه جوری رانندگی کنی انگار که تو یه بازی کامپیوتری مثلا GTA داری بازی می‌کنی. اینو من بیشتر اگر ماشینت خوب باشه این حس بیشتر بهت القا میشه. بله. ماشینت پرشتاب باشه، خوب باشه، پرفورمنس داشته باشه. بله. خب. بله خیلی شده. من اتفاقا یکی از تفریحام بعضی مواقع، البته اگر جاده خلوت باشه، شلوغ نباشه یا دیر وقت باشه، این کار رو انجام میدم. یه حس خیلی خوبی برای تخلیه انرژی. اگه یه جایی مثلا یه پیستی جایی بود که میشد این کارو بکنی، یه پیست استاندارد، میرفتی پیست یا نه بازم تو خیابون؟ قطعا پیست. ما خب تو پیست تو خیلی راحت تر میتونی این کار انجام بدی، امنیتش بیشتره. قطعا پیست. اوکی. اگه قرار باشه یه کار عجیب و غریب رو ماشینت انجام بده چیکار میکنی؟ دو رنگش میکنم. دو رنگش؟ الان قرمزه، پشتشو مثلا مشکی میکردم. او میشه بکنی؟ آره میشه، ولی خب
بعضی از دوستان گفتن خب حالا یه محدودیتایی هست برای رنگ تو ایران، ولی من اگه بخوام یه کار عجیب غریب بکنم این حرکتو میزنم، کاور دو رنگ میزنم. کاور دو رنگ داخل عراق میشه این کارو کرد؟ بله میکنن. بله. و مشکل قانونی؟ نه مشکل قانونی نداره. نه. اوکی. تا بار شده پلیس جلوتو بگیره داخل ایران فقط به خاطر اینکه بدونه داخل ماشین چه شکلیه یا مثلا به یه دوری با هم بزنیم؟ خیلی زیاد. خب میدونید که تعریف کن ما کلا تو ایران ماشینای خیلی خوبی وجود نداره، ولی چند بار این اتفاق افتاده که حالا یا به بونه اینکه سرعتت زیاده بخواد داخل ماشین بیاد ببینه، یا اینکه مثلا نه کلا دوستانه عمل کردن و اومدن فقط برای اینکه مثلا داخل ماشین ببینن. ولی خیلی این اتفاق افتاده. یعنی مثلا حتی جریمت هم نکرده، یعنی سرعتت بالا نبوده دیگه؟ بعضی مواقع بوده، خب ما صحبت کردیم جریمه شدیم، بعضی مواقع نه. و بعد جریمه هایی که شما میکنن به تومان یا به دلار چجوریه ماشینای گذر؟ اولندش که ماشینای گذر فقط جریمه نمیشن، فقط بعضی از دوربین ها برای اون پلاک های گذری که ایران صادر میکرد جریمه میکرد و وقتی که خروج از کشور میزدیم بله باید میرفتیم پلیس به علاوه 10 برای تصفیه حساب. اوکی. الان چطوریه؟ الان اگه جریمه برگه‌ای بدن چجوریه داستانش؟ مگر اینکه نقدی بخواد تو رو جریمه کنه در همونجا بدی. یعنی اتفاق افتاده؟ شاید. برای من تا حالا این اتفاق نیفتاده، ولی میگم اگر بخواد که همچین کاری انجام بده قطعا باید همین کار انجام بده. آره دیگه. چون پلاکت اصلا انگلیسیه. آره. درست. اوکی. و بریم برای بخش چالش. با محمد عزیز یه چالش خیلی باحال براش در نظر گرفتیم. بریم باهاتون بعد. با سلام و درود خدمت مسافرهای عزیز. مقصد ما فرودگاه امام خمینی، با آرزوی سلامتی برای همه شما مسافرهای گرامی. در ارتفاع چقدر هستیم؟ تا ارتفاع 16000 پا قرار پرواز کنیم. شما چی؟ ما هیچی، ما میگم همکاری‌های لازم رو انجام میدن. تیک آف بزن. تیک آف. تیک. شروع میکنیم اینجا شو، باز صحنه مال ماست، هیجان و چالش و فان میترکونیم ما. خب دوستان بخش چالش هم با موفقیت با محمد عزیز و کمک خلبانش به پایان رسید. بله محمد جان، اینم خدمت شما مقابله شما. حواستون به گاز و ترمز زندگی باشه. میبینیمتون. خدا نگهدار. ماشین بازی یه پلن خفن، هر روز یه داستانه. شو باز ترکونده اینجا پایانی نداره. شو باز